سلام، وقت همه بخیر، بهارتان مبارک. امروز ما همراه بلوط و لونه بیرون برآمدم برای قدم زدن. واقعا یک آب و هوای بسیار خوبش، یعنی آدم از هر قدمش لذت میبره. جای شما عزیزان خالی. این هم بلوط و لونه. در جریان قدم زدن در مورد بلوط و لونه براتون میگویم. بلوط پسر لونه می باشد. لونه در اصل اسپانیایی است و اسم لونه به معنای مهتاب می باشد. بلوط در این ماه 8 ماه شد. زمانی که در خانه خود ما به دنیا آمد اسمش گذاشتیم بلوط. اگر اشتباه نکنم بلوط به معنای درخت است. بلوط آنقدر قوی است مانند درخت بلوط. قسمی که میبینید اکثرا وقت ما بلوط را در خانه بسته میکنم به دلیلی که بلوط بسیار قوی است و بسیار شوخ و از خانه بیرون میشود و میرود. قسمی که میبینید لونه یک مادر است، بسیار یک مادر شوخ، مادری که هم شوخ است و هم مهربان. از پسرش بسیار با قاطعیت حمایت میکند. بلوط همچنان یک پسر شوخ اما همیشه در کنار مادرش می باشد. هیچ وقت بلوط مادرش را تنها نمی ماند. در هر جایی که اگر قرار باشه برود بدون مادرش یا مادرش بدون پسرش بدون بلوط جایی نمی رود. بسیار یک قدرت بالا داره، بسیار قوی است. اگر اندک ریختن نکنم خمه را کشف میکنم. Luna, vamos. Luna, ¿dónde está? گیر نمیده. لونه بسیار بد میبره از ریختن. بلوط 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 خفه است. به خاطر که من را ایلا کنم. اگر ایلا کنم باز گیر کردن بلوط یک جنجال و خداست. بلوط بلوط یک لونه رو بسته کنم. لونه رو بسته کنم. بلوط مرا میگه ایلا کن تا که میگه بریم پیش مادرم میگه همراهش پورتی کنم. اونو متو به طرف که میبینیم گواه هم هست. یک ایلا کنم مستقیم میره. بلوط بلوط بلوط
دوستو یک کار دیگه میکنم. مادرش آمد، مادرش بسته میکنم، بلود ایران میکنم. ببینیم که بلود چی میکنه، کجا میره. اگر مادرش بسته کنم شاید هم نره، به خاطر که این مادرش بسیار دوست داره. چند بلود اگر دوستو این بلود بسیار گفتی جوان است. این دیگه بخیر 8 ماه شد. 3 برابر مادرش میبره. بسیار قوی شده، باید دیگه هم قوی شود. خب مادرش حالا بسته میکنه، یک قطره را میکنه که بره داخل نم گندما. چند دقیقه دلش تازه شود. بهار است اما چه کنه، سبز لرزک. چطور بلود؟ الهیت کنم میری یک چند دقیقه. بلود لونا نگه هیچ دوست نداره که مادرش رو من ناز بکنه، نمیمانه. اگه مادرش دوست داره در من خیز میکنه، میگه چرا ناز میکنه، میگه مرا ناز بکنه. بلود چند دقیقه رو میری داخل گندم، میری و پیش گوام میری یک چکر، پیش گوام یک چکر میری، ساعت تا تیر میکنی. بلود ایده الهیت میکنم. بیا لونا، بیا یک چکر بلود ایلا کنم که بری بخیر. بیا لونا. در نهایت تصمیم گرفتم بلود را ایلا کنم و برای از طبیعت لذت ببرد. بلود vamos بلود vamos. مادرش زیاد آزار میکنه. یک قدر این مادرش آزار میته. نکو بلود، هر جا شتری نکو. از خوشحالی نه. بلود چی میکنی؟ بلود چی میکنی داخل؟ بلود چی میکنی داخل علفا؟ خدا نزنید تشناب کرد. چی لونا؟ بلود ایلا کدام؟ لونا بسیار یک دختر محسوم است. لونا بسیار یک دختر چیز است، ناز است. اگه این را شما ناز بتین، یک رقمی ناز میکنه، یک رقم. بلود هم دویشای شکت خسته شد. این حاله من مادرش بسته کردم، بلود ایلا ماندم تای راحت. اما بلود هم دویشای شکت خسته شد، دیگه نمیخواه که بدود بیاد. این حال میریم بخیر طرف خانه. خب یه لونا بسیار یک دختر قشنگ است. راستی اسم لونا است به خاطر که لونا نام اسپانیایی است که معنای محبوب. عزیزان یادگشتی تمام شد. امید است از دیدن ویدیو خسته نشده باشین. تا برنامه‌های بعد، ویدیوهای بعد شما را به خداوند پاک بینیاز میسپارم. خداوند ناصرتان باشه، خوشی آسمتان باشه، الله نگهدارتان باشه. وقت، شب، روز همه عزیزان بخیر، موفق باشین.